انتقاد پیوسته نوعی مشکل روانی است که کم کم منجر به بیماری روماتیسم می شود، زیرا احساس بدبینی و ناسازگاری و عدم توافق خون را مسموم می کند و در مفاصل رسوب می نشاند. حسادت، ترس، نفرت و کینه موجب رشد کاذب می شود. به طور کلی هر مرضی از ذهن ناآرام نشأت می گیرد. روزی در کلاسم گفتم بهتر است از کسی نپرسیم مشکلت چیست، بلکه باید از او بپرسیم چه کسی برای تو مشکل ایجاد کرده است. عدم گذشت و بخشیدن کسی موجب مرض می شود. منشأ تصلب شرائین یا بدکار کردن کبد و کم شدن قوه بینایی و بسیاری از امراض دیگر نیز همین گونه است.